با مقصد بزرگداشت شاعری شهیر ارباب برجسته جمعیتی و سیاسی قهرمان تاجیکستان شاعر خلق تاجیکستان برنده جایزه‌های بین‌المللی و دولتی استاد میرزا ترسونزاده با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با اشتراک یک قطار عالمان و شاعران در موضوع میرزا ترسونزاده وصاف صلح و دوستی کنفرانس علمی و ادبی برگزار شد. نخست مهمانان را محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، کارمندان کسب و کار گوناگون و هنرمندان خانه فرهنگ نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با تشکیل نمایش هنرهای مردمی و شعر و ترانه‌های جالب صمیمی پیشواز گرفتند. مهمانان نخست در آثارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با تاریخ باستان و معاصر خلق تاجیک شهر ترسونزاده و حیات و فعالیت شاعر شهر استاد میرزا ترسونزاده شناس شدند. آنان با آثار گران ارزش به میراث گذاشته ملت تاجیک از جمله بازیافت‌های یادگاری‌های دوره‌های گوناگون تاریخی شروع از عصر سنگ دوره به دوره تا زمان معاصر هنرهای مردمی اینچنین دستاوردهای زمان استقلال در ساحه‌های علم و معارف فرهنگ تندرستی و ورزش شناس گردیدند. می‌بینیم که تمام مردم بار دیگر به اشعار استاد میرزا ترسونزاده روی می‌آورد و البته همگان استاد میرزا ترسونزاده را همچون یک قاصد صوح همچون یک شاعر شیرین بیان می‌شناسند و گذشته از این همین نکته را تاکید کردنی هستم که استاد میرزا ترسونزاده یکی از نخستین اکادمیک‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بودند. برابر تأسیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان 14 اپریل سال 1951 نخستین مؤسسان اکادمی ملی علم‌ها تعیین شدند و انتخاب گردیدند که در قطار استاد صدرالدین عینی در رشته ادبیات شناسی استاد میرزا ترسونزاده اکادمیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان انتخاب شدند و چطوری کمگان می‌دانند فعالیتی بسیار هم وسیعی که استاد میرزا ترسونزاده داشتند تنها با یک شاعری علاقمندی نداشت، اینچنین به تحقیق و به رشته پژوهش کشیدن ادبیات و فرهنگ ملت کهن بنیادی تاجیک را نیز فرا می‌گرفت. بعداً در کاخ دوستی شهر ترسونزاده کنفرانس علمی و ادبی در موضوع میرزا ترسونزاده وصاف صلح و دوستی برگزار گردید. معاون یکم رئیس شهر ترسونزاده استانزاده سید مومن از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده اشتراکداران کنفرانس را به دیار شاعر خیرمقدم گفته ابراز داشت که برگزاری کنفرانس جمهوری علمی و ادبی در زادگاه شاعر باعث سرفرازی کلی همکاران استاد به حساب رفته همچنین نشانه تنتنه صلح و امانی و دوستی و برادری ارزیابی می‌گردد. داری به موضوع زن مادر و مقام اجتماعی او در ایجادات میرزا ترسونزاده ضمن مروزه‌های معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خیرنیسا یوسفی شرح توضیح گردید. فرزند استاد میرزا ترسونزاده دکتر علم فلسفه پروفسور فیروزه ترسونزاده خاطره‌های نیک و عبرت آموز را از زندگی نامه استاد بیان داشت. شاعره شیرین کلام گلرخسار صفیه و دایر به مکتب بزرگ ادبی استاد سخنرانی نموده پیشنهاد داشت که همساله در شهر ترسونزاده با مقصد بزرگداشت شاعر و جلب نسل جوان به شعر و ادبیات آزمون بهترین شعر صلح برگزار گردد. در آخر از جانب محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کارمندان خانه فرهنگ نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده یک برنامه کنسرتی برگزار گردید.